موقعی که میخواین سیستم بره رو گرمایش، رفت به چیلر بسته، رفت به دیگ باز، رفت به فنکوئلا بازه، به هواسازا بازه، اینجا ورودی از چیلر بسته، رفت به فنکوئلا، کلن این شیرا ستایش بسته، اینا همه رفته ورودی از چیلره، رفت به دیگه به فنکوئلا اقامتیه، رفت به پمپ هواسازه. اونه که گفتم مال اقامتی ها بود، اینا مال تجاری های. این رفت به چیلره باید بسته بشه، این رفت به دیگه باز میکنه. این هم که برگشت فنکوئلا تجاری، برگشت فنکوئلای هواسازای تجاری. اینجا میاد این دوتا رو میبنده، اینا رفت به فنکوئلا تجاری و هواساز تجاری. اینا مال سرمایش کلا بسته، هیچ کاری هم به کاری هم برای ما نداره. بعد میرم روی فنکوئلا. فنکوئلا ورودی از دیگ باز، ورودی رو از دیگ باز میکنیم، ورودی از چیلر رو میبندیم. کلا از رو دیگه هم همون دوستان حواس رو بیشتر از رو دیگه هم ببندن، باز کنن، اگه نه آب گردش نداره. ورودی از چیز رو باز میکنن، از رو چیز ورودی از دیگ باز، ورودی از چیلر بسته، ورودی از دیگ روی دیگ رو باز کنه که هر دو سر چیز بشه که آب قشنگ بچرخه. اگه نه بسته بشه، یک سر رو باز کنه و یک سر بسته بشه، آب نمیچرخه، چرخش نداره. بعد میای یکی یکی پمپا رو بزنن. اول مثلا فنکوئلا تجاری رو بزنن که آب بچرخه، دیگ بتونه زورش داشته بشه، آب یک دفعگی افت نکنه. هواگیری لوله حتما انجام بده.